داستان با یه رئیس کارتل بیرحم به اسم آلخاندرو شروع میشه که میره به یه کافه تا یه مواد فروشی که ازش دزدی کرده رو پیدا کنه. مشکل اینجاست که تنها کسی که اونجاست، لیزی، دوست دختر اون مواد فروشه. آلخاندرو یه پیغام خیلی واضح میذاره. دوست پسرت باید همین زودیا بیاد پیش من. لیزی توضیح میده که اون یارو که اسمش جنسن هست، اصلاً دوست پسرش نیست و فقط یه شب با هم بودن و بعدش هم دیگه خبری از هم ندارن. آلخاندرو عین خیالش نیست. چاقو میکشه و تهدید میکنه که اگه جنسن رو پیدا نکنه، لیزی و خانوادش رو میکشه. موقع رفتن، یه نگهبان که شاهد این تهدیدها بوده میخواد جلوی آلخاندرو رو بگیره، اما نمیدونه با کی در افتاده. آلخاندرو تو چند ثانیه و بدون معطلی اون رو میکشه. داستان میره به یه جای دور افتاده و ساکت بیرون شهر. اینجا با بودری آشنا میشیم. یه مأمور مخفی بازنشسته که با تنها دخترش صوفی زندگی آرومی داره. اونا توی کلبه وسط جنگل دور از هیاهوی شهر هستن. زندگیشون خیلی ساده است، اما صوفی برخلاف دخترای همسن و سالش با دیسیپلین سختی بزرگ شده. باباش خیلی روش حساسه و به جای اینکه مدام نگران مهمونی رفتنش باشه، بهش یاد داده چطوری با اسلحه کار کنه. جالبه که صوفی هم با این سبک زندگی راحته و براش عادیه. صبح روز بعد که تولد صوفیه، بدری با دعا و شکرگزاری روزش رو شروع میکنه. براش کیک و کادو گرفته. ولی تا صوفی خوابه، میره شهر تا وسایل شکار بخره. اونجا یه ماشین چمنزنی دستم که سالم مونده رو به قیمت ارزون میخره و برمیگرده. توی کلبه صوفی بیدار میشه و کادوش رو باز میکنه. یک کلت گلاک نیمه اتوماتیک که خیلی وقت بود ته دلش میخواست. بعد از اینکه اسلحه رو قایم میکنه، میره لب رودخونه برای ماهیگیری که یهو صدای داد و فریاد کمک میشنوه. صوفی به جای اینکه بیگدار به آب بزنه، با غریزه بقاش برمیگرده خونه و به باباش که تازه رسیده خبر میده. با هم میرن لب رودخونه و یه زن جوون به اسم جنوئری رو پیدا میکنن که زخمی روی آب شناوره. بدری میفهمه تیر خورده و میخواد ببرتش بیمارستان، ولی جنوئری با حال خراب التماس میکنه که این کار رو نکنه. بدری با وسایل محدودی که داره جلوی خونریزی رو میگیره. از اینجا به بعد همه چیز عوض میشه، چون فصل شکار شروع شده. بعد از پانسمان، صوفی براش سوپ مرغ درست میکنه تا جون بگیره. شب که میشه، بدری به صوفی هشدار میده که زیاد نزدیکش نشه، چون اون یه غریبه تیر خورده است و معلوم نیست کیه. فقط میخواد دخترش در امان باشه. صبح بعد جنوئری بیدار میشه و میبینه دستش رو با دستبند به تخت بستن. صوفی براش توضیح میده که این پروتکل ایمنی باباشه. جنوئری هم با اینکه براش عجیبه میفهمه که اونا فقط دارن احتیاط میکنن. بدری میره سوپرمارکت تا دارو و لباس تمیز بخره که اونجا رفیق قدیمیش کلانتر بریک رو با شریک جدیدش داونپورت میبینه. شب که صوفی میخوابه، جنوئری برای بدری سفره دلش رو باز میکنه. میگه وقتی از سر کار اومده خونه، دیده هم اتاقیش، لیزی، زیر شکنجه 2 مرد نقاب داره. با اینکه اون کاری نبوده، به اونم حمله کردن و هر دو رو بردن لب رودخونه. اون یه مرد دیگه‌ای که با لیزی بوده رو کشتن و انداختن تو آب. جنوئری هم موقع فرار تیر خورده و اونا به خیال اینکه مرده ولش کردن. دم صبح بدری میره لب رودخونه و جسد لیزی رو پیدا میکنه. میفهمه اگه قاتلا جسد رو پیدا کنن، میفهمن جنوئری زنده مونده. پس جسد رو دوباره تو جریان آب رها میکنه. بدری همه چیز رو به صوفی میگه و اولش مردده که جنوئری رو لو بده یا نه، ولی صوفی اصرار میکنه که کمکش کنن تا خوب بشه. چند روز بعد جنوئری که حالش بهتر شده از بدری تشکر میکنه. بدری بهش میگه فردا میبرتش به یک کلینیک خصوصی که مال رفیقشه و هزینه ها رو هم خودش میده. همون شب آلخاندرو جنسن رو میگیره و بدجوری میزنتش. معلوم میشه جنسن یه پلیس فاسد بوده که برای آلخاندرو کار میکرده، ولی تو معامله آخر بهش نارو زده و پولا رو پیچونده. وقتی جنسن حرف نمیزنه، آلخاندرو خیلی وحشیانه میکشهش. فرداش که دارن جنوئری رو میبرن، پلیس راه رو بسته. کلانتر بریک میگه جسد جنسن و لیزی رو پیدا کردن. بدری وقتی میفهمه پلیس رد جنوئری رو زده و میدونه هم اتاقی لیزی بوده، نگران میشه. داونپورت مشکوک میشه و به زنی که همراه بدری هست، جنوئری نگاه میکنه. بدری سری میگه اون خواهرزادشه که برای تولد صوفی اومده. چون دیگه کلینیک امن نیست، برمیگردن کلبه. اونجا جنوئری حقیقت کامل رو میگه. یکی از اونا موقع حمله ماسکشو برداشته.
و حالا اون تنها شاهده. شب 2 از آدمای آلخاندرو کلبه رو پیدا میکنن. بودری اول ردشون میکنه برن ولی اونا برمیگردن. یکیشون یواشکی میاد تو کلبه تا جنوئری رو بکشه که بودری غافلگیرش میکنه و میکشهش. بودری برای اینکه ردی نمونه جنازه ها رو میسوزونه و ماشینشون رو میندازه توی معدن متروکه. جنوئری از اینکه اونا رو تو دردسر انداخته عذرخواهی میکنه. بودری مخفیانه با کلانتر بریک قرار میذاره و حقیقت رو بهش میگه و ازش میخواد کمک کنه جنوئری رو از شهر خارج کنه. موقعی رفتن، بودری به جنوئری پول میده تا زندگی جدیدی بسازه. سوفی با گریه رفتن اون رو تماشا میکنه چون حس میکردن دیگه مثل خانواده شد. صبح روز بعد بودری هرچی به کلانتر زنگ میزنه گوشیش خاموشه. نگران میشن و میرن اداره پلیس. دامپورت به جای جواب درست به حسابی همش تفره میره و حتی تهمت میزنه که شاید کلانتر بریک با جنسن دستش توی یه کاسه بوده. شب دامپورت با اسلحه یواشکی میاد دم کلبه ولی بودری زودتر مچش رو میگیره. بودری دامپورت رو میبنده به صندلی و یه ماشین چمنزنی روشن رو میذاره بیخ گوشش. دامپورت بالاخره اعتراف میکنه. کلانتر بریک مرده و جنوئری رو هم تحویل آلخاندرو دادن. بودری که میفهمه رفیقش کشته شده و جنوئری هم اسیره، آدرس مخفیگاه آلخاندرو رو به زور از زیر زبون دامپورت بیرون میکشه. بعدش یه نامه برای سوفی مینویسه و عذرخواهی میکنه که نتونسته اونطور که باید ازش محافظت کنه و میگه اگه تا صبح برنگشتم برو مکزیک خونه مادر بزرگت. بودری دامپورت لتوپار رو برمیداره و میره به یه کارخونه متروکه. آلخاندرو با اعتماد به نفس میاد جلو و تهدید میکنه. سوفی هم یواشکی دنبال باباش رفته. یهو تیراندازی شروع میشه. بودری تیر میخوره و میفته زمین. که از آدما میخواد کارش رو تموم کنه که سوفی از راه دور بهش شلیک میکنه و جون باباش رو نجات میده. دشمن جاش رو پیدا میکنه ولی سوفی با کلک زدن و گذاشتن اسلحه‌اش به عنوان طعمه فرار میکنه. بودری میره داخل و جنوئری رو صحیح و سالم پیدا میکنه. حتی زن و بچه جنسن رو هم که زندانی بودن پیدا میکنه. موقعی که داره دنبال کلید میگرده، آلخاندرو از پشت بهش خنجر میزنه. درست همون لحظه سوفی سر میرسه و با شلیک به آلخاندرو کارش رو برای همیشه تموم میکنه. کابوس تموم میشه. بعد از چند ماه که حال همشون خوب میشه، بودری و سوفی از جنوئری دعوت میکنن که با اونا زندگی کنه تا بالاخره رنگ آرامش رو ببینه.